من تو رو خیلی خوب میشناسم. تو دقیقا همون دختری هستی که دقیقه ها و ساعت های زندگیش داره بین اپلیکیشن های مختلف میگذره. هزار تا هدف تو ذهنش داره و هر روز با خودش میگه دیگه از فردا شروع میکنم. تا لنگ ظهر خواب و وقتی بیدار میشه هیچ خبری از اون همه انرژی که بعد از ساعت خوابیدن باید دریافت میکرد نیست. اما خودش هم از این وضعیت خیلی خسته شده، مگه نه؟ میخوام فقط یه چی بهت بگم که همین الان بلندت میکنم. میدونی من عاشق مامانم بودم و بزرگترین هدف زندگیم این بود که زندگی نشده مامانم رو درستش کنم. اما انقدر تنبلی کردم، انقدر امروز و فردا کردم تا رسید روزی که مامانم برای همیشه پیشمون رفت و بزرگترین هدف زندگیم شد بدترین کابوس روز و شبم. شاید برسم، شاید بتونم جبران کنم، ولی دیگه مامانم نیستش که براش جبران کنم. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ خیلی زود دیر میشه، خیلی زودتر از اون چیزی که تو فکر میکنی و تک تک این روزهایی که داری انجام نمیدی قرار کابوسی بشه برای آینده تو. بلند شو، خیلی زود دیر میشه و وقتی که دیر بشه حسرتش روز و شب برات نمیذاره. بلند شو.